سلام، امیدوارم که خوب باشین. این حل تست نسبت‌های مثلثاتیه برای آزمون 18 آبان قلمچی هستش و بریم که داشته باشیم. کلا توی مبحث رادیان و درجه و اینا ما از نسبت‌ها سعی می‌کنیم استفاده کنیم و چیزایی که استفاده می‌کنیم کلا اینا هستش که اگه یه دایره‌ای باشه به این شکل، این اسمش باشه L، این اسمش باشه R، این R، این اسمش باشه تتا که تتا به رادیان هستش. L مساویه با R ضرب داره تتا به رادیانه. خب ما از این استفاده میکنیم و اینکه برای تبدیل درجه و رادیان به هم دیگه یه نسبت میکشیم. جدول تناسب میگیم خب 180 درجه پی رادیانه. مثلا به ما میدن پی شیشم چقدره، به درجه حسابش میکنیم میشه 30 درجه. اینجا مردمان مجهول در میاریم. کلا چیزایی که کاربرد داره تو مبحث درجه و رادیان اینا هستش. حالا بعضی جا ترکیب میشه با چیزای دیگه، اون یه خورده فرق داره داستانش. بریم حالا شروع کنیم. نوشته که اگر مجموع دو زاویه 4 پی نهم تفاضل آنها 20 درجه باشد، زاویه بزرگتر کدام است؟ آخرش رادیان خواسته، پس من میام 20 درجه رو تبدیل به رادیان میکنم، میگم 180 درجه پی رادیان، 20 درجه پی نهم رادیان. حالا میگه آلفا به علاوه بتا شده 4 پی نهم، آلفا منفی بتا شده چند؟ شده پی نهم که از اینجا در آوردیم. این دوتا رو با هم جمعشون میکنیم، این دوتا تناسب و دو آلفا به ما میده چی؟ به ما میده 5 پی نهم. پس آلفا میشه 5 پی 18. آلفا هم زاویه بزرگتره چون آلفا منفی بتا بزرگتر از صفر در اومد، اینجا پی نهم شد دیگه، پس آلفا بزرگتر از بتا و الان آلفا شده 5 پی 18، گزینه 3 زاویه بزرگتر رو خواسته. گفته اندازه یک زاویه بر حسب رادیان از پی 45 برابر آن بر حسب درجه پی سوم کمتر است. این زاویه کدام است؟ خب اینو شروع کنیم به حل کردن. ما فرض می‌کنیم که زاویه چیه؟ آلفا بر حسب درجه. خب این میگیم که اگه یه زاویه 180 درجه باشه پی رادیان، اگه آلفا درجه باشه چیه؟ بر حسب رادیان آلفا پی 180. اینا ضربه، این بینشون ضرب و آره این بر حسب رادیانشه، این بر حسب درجهشه. میگه یک زاویه بر حسب رادیان که شدش این آلفا پی 180 از پی 45 برابر آن بر حسب درجه پی سوم کمتره، این کمتره، پس به علاوه پی سوم باید برابر میشه با پی 45 بر حسب رادیان. یک زاویه بر حسب خب اندازه یک زاویه بر حسب رادیان که شد آلفا پی 180 از پی 45 برابر آن بر حسب درجه پی 45 رو ضرب در آلفا میکنیم بر حسب درجه بود. پی سوم کمتره، پس پی سوم رو اضافه میکنیم به اینی که بر حسب رادیانه، در میاد آلفا پی 45. خب من اینجا میبینم که پی ها رو همه رو میتونم فاکتور بگیرم خط بزنم، پس بنویسم آلفا 180 برابر پی رو دارم خط میزنم، یک سوم مساوی با آلفا 45. اوکی، اینا همشون مخرج مشترک دارن به چی؟ به 180. میگیم آلفا به روی 180 علاوه 660 180 مساوی آلفا 4 آلفا 180. این ضرب در 4 این هم ضرب در 4 که این بشه 180 مخرج مشترک بشه. حالا 3 آلفا کلی بنویسم دیگه 60 ضرب آلفا مساوی 4 آلفا 180 تو مخرج این است، تو مخرج این هم هست. خب کلا نمیخوام بنویسمش. 3 آلفا مساوی با 60 درجه، آلفا مساوی با 20 درجه.
این زاویه کدام است؟ 20 درجه. خب سوال بعدی اینو پاک کنم. کلا این مخرجا رو سعی می‌کنیم که ننویسیم، اینایی که دیگه چون سرعت خورده بره بالاتر، حالا کسی بی‌دقتی می‌کنه خود داستانش فرق داره، اون باید تمریناتی رو انجام بده، ولی کلی دستتون تندتر شد چیزایی که ساده ترن رو سعی کنیم که ننویسین، همه چی رو لازم نیست بنویسین. در مثالث متساوی ساقین زیر یعنی این ساق با این ساق برابر هستش، زاویه بین دو ساق 1 رادیان. 1 رادیان حدود 57 و خورده درجه است. کدام موضوع در مورد قاعده این مثلث درست است؟ خب آقا ما الان میدونیم که 1 رادیان حدود 57 و نیم اینا درجه است. خب چون این با این قاعده با این ساق با این ساق برابره، این زاویه با این زاویه هم برابره. حالا 180 و منفی 57 میکنیم میشه حدوداً 123 و خورده ای، مثلا 50 خورده. بعد اینو تقسیم بر 2 میکنیم میشه چی؟ میشه 61 و مثلا خورده ای بازم. خب پس این مثلا حدودای 61 و خورده ایه، اینم باز حدودای 61 و خورده ایه، این چند بود؟ این 57 و خورده ای بود. خب ما توی مثلث میدونیم که ضلع روبرو به زاویه بزرگتر از ضلع روبرو به زاویه کوچکتر. یعنی مثلا یه مثلثی شما فرض کنید این شکلی، نه یه خود واضح میخوام باشه که مشخص کنم. الان این مثلا اینو نگاه کنید، این زاویه خیلی کوچیکه، این ضلع هم خیلی کوچیکه نسبت به این زاویه که اینقدر بزرگه و این ضلع که اینقدر بزرگه. پس ضلع روبرو به زاویه بزرگتر از ضلع روبرو به زاویه کوچکتر، متناسبه دیگه با اندازه زاویه، اندازه اضلاع. و خب حالا در مورد قاعده میگه کدوم درست؟ قاعده چون روبرو به 57 کوچکتر از 61 حدودا، پس این ساقا از این قاعده بزرگتره، قاعده کوچکتر از ساق است. راحت. در طرف مقابل طول ال کدام است؟ خب ما گفتیم که اگه یه همچین چیزی باشه، این آر باشه، این تتا بر حسب رادیان باشه، مثلا تتا باشه، ال مساوی آر تتا. خب حالا این 60 درجه است. اگه 180 درجه داشته باشیم پی رادیان داریم، حالا 60 درجه داریم پی سوم رادیان داریم. خب پس زاویه بر تتا بر حسب رادیان شده پی سوم، آرمون هم هست 6، ال میشه 2 پی. یک قطعه مکانیکی طوری طراحی شده که 3 قسمت مساوی داره، هر قسمت با قسمت بعدی 1 واحد فاصله داره. زاویه مرکزی هر بخش کدامه؟ خب اینو شروع به حل میکنیم. این الان ما میایم نگاه میکنیم که خب این شعاعهای ماست، کل این دایره هم ببینیم که محیطش چقدره. قطر در عدد پی میشه دیگه، یعنی 2 ضرب در 15 تقسیم بر پی 30 پیوم ضرب در عدد پی، این میره خیلی راحت میشه 30. حالا این یکه این هم یکه، یعنی 30 منفی 3 که این قسمت ها بودن میگه 27. این میشه چی؟ میشه 3 تا x، یعنی این مساوی 3x. خود x چنده؟ 9. از اینجا x که 9 در میاد ما میفهمیم که خب این 9 رو شبیه l میبینیم، l مساوی بود با r تتا. خب 9 مساوی با 15 پیوم ضرب تتا. خب به 3 میمونه، به 3 5 میمونه، 3 پی پنجم مساوی با تتا. این بر حسب رادیانه، اینو به 180 می نویسیم، ضرب در 2 میکنیم، ضرب در 2 میکنیم، این 10 میمونه، این با این میره 6 8 6 تا 4 تا 10 180. خب
اگر اختلاف طول کمانهای AB و AC برابر سپی باشد R کدام است؟ خب کلا باز با همون مبحث L مساوی R تتا داریم سر و کله میزنیم. میگه آلفا 15 درجه است، تتا 5/6. خب این 15 درجه رو اول تبدیل کنیم. اگه 180 درجه باشه پی رادیانه. حالا که 15 درجه است چند رادیانه؟ این 15 به 5 2 به 5 3 3 6 میمونه. پی 12 رادیان هستش آلفا. خب از اینجا که این در اومد پی 12 شروع میکنیم به حل کردن. کلا اینو مثلا میذاریم L1، این میذاریم L2، L2 مثلا این میذاریم تتا 2، این میذاریم تتا 1. L2 مساوی R تتا 2، L1 مساوی R تتا 1. دیگه اختلاف طول کمان ها یعنی L2 منفی L1. از اول میرسیم که L R تتا هستش، یعنی R ضرب در مثلا تتا 2 منفی R ضرب در تتا 1. تتا بر حسب رادیان. حالا ما اینو میایم خیلی راحت R رو فاکتور میگیریم، میگیم تتا 2 منفی تتا 1 هستش. این حاصل خودش هم گفته سپی برابر با R ضرب در چی؟ این یه دونه پی 12 داشتیم، یه دونه 5/6 که این همون هست 10 پی 12 صورت مخرج رو ضرب در 2 کرد. حالا این تتا 2 منفی تتا 1 چی میشه؟ میشه 9 پی 12. 10 منفی 1 میشه 9 پی 12. پی رو راحت میزنیم میره، 3 رو با 3 میزنیم، با 9 میزنیم، این 3 این با این میره، این 4 آ رو از پایین میاریم بالا، 4 مساوی آر میشه. خب میگه مطابق شکل دو ایستگاه فضایی آ و آ پریم در فاصله x کیلومتری سطح زمین واقع شدن. اگر شعاع زمین 6000 کیلومتر، اختلاف فاصله آ پریم و ب پریم 800 کیلومتر باشد، x کدام است؟ خب این میذاریم L2 این تیکه رو، این میذاریم L1. میگه L2 منفی L1 مساوی چقدر؟ مساوی 800 کیلومتر. حالا از همون فرمول قبلی گفتم L مساوی R تتا بر حسب رادیانه. این بر حسب رادیانه. به ما چی داده؟ بر حسب درجه داده. خب ما میگیم 180 درجه پی رادیان، 120 درجه 2/3 دیگه 2 پی 3 رادیان هستش. خب میریم سراغش حلش میکنیم. این میشه حالا مثلا این آر 1، این آر 2. اوکی، میگیم آر 2 تتا آر 2 تتا منفی آر 1 تتا مساوی با 800. تتا بر حسب رادیانه. اینو در آوردیم ما اون بالا 2 پی 3. تتا رو کلا فاکتور میگیریم، این شکلی پرانتز میذاریم، آر 2 منفی آر 1 مینویسیم مساوی همچنان 800. پی رو که 3 بگیرید، یعنی این با این میره، پی با 3 میره، 2 با 800 میره 400. آر 2 منفی آر 1 که همون دقیقاً ایکس ماست. این آر 2 با آر 1 فرقش همون ایکس 400 کیلومتر. خب در شکل زیر یک تسمه 2 قرقره در شکل زیر یک تسمه 2 قرقره که شعاع یکی 4 برابر دیگری است، یعنی مثلا این آر هستش، این 4 آر هستش، راه به هم وصل کردن. زمانی که قرقره کوچکتر 480 درجه میچرخد، قرقره بزرگتر چند رادیان دوران میکند. خب چی بین این دو قرقره که به هم میبندن مشترکه؟ طولی که دوران میکنه. مثلا اینجا
L اگه دوران میکنه اینجا هم باز L دوران میکنه، با این تفاوت که اینجا یک درجه خیلی کوچیکی رو به L میده، اینجا یه درجه خیلی بزرگی رو مثلا نزدیک 90 درجه، نزدیک 60 درجه، یه همچین حالتی هستش. پس L'i که ما در می آوردیم بهش گفتیم آر تتا، این L1 با L2 برابره. چجوری؟ یعنی R1 تتا 1 برابر با R2 تتا 2. این اونه، این یکم، این R1 این R2. R2 چی هستش؟ 4 تا R1 آرا با هم میره، پس تتا 1 مساوی 4 تا تتا 2 هستش. یعنی تتا 1 رو تقسیم بر 4 کنیم تتا 2 رو بهمون میده. گفته که قرقره کوچکتر 480 درجه میچرخه. خب تتا 1 رو باید در بیاریم. من چجوری؟ اینجوری 180 درجه پی رادیان، 480 درجه چند رادیان. خب 48 پی 18 این صفرشو زدم به 6 8 به 6 3 8 پی سوم رادیان هستش. تتا 1 8 پی سوم. این 3 رو اینجا ننویسیم، بریم اینجا ضرب کنیم تو مخرج، یعنی 8 و 4 رو با 4 بزنیم این میره 2 پی سوم جواب ما میشه 2. محیط شکل مقابل کدوم؟ خب اینم الان باز انگاری یه تیکه‌ای از دایره است که به ما ادامه‌شون نداده، ولی خب با توجه به اینکه این با این برابره و زاویه وسطش ما میفهمیم که یک قطاع از دایره است، این تیکه از دایره است. شروع کنیم به حل. میگه محیط کدوم؟ اینو میگیم L، این بر اساس رادیان در میاریم دیگه، میدونیم که 2 پی سوم میشه 120 درجه، 2 پی سوم رادیان هم 120 درجه، همون حالت تناسبی که بالا نوشتم. 2 پی سوم بعد داریم یک بر روی رادیکال پی میکنیم به ما L رو میده. چجوری؟ این رادیکال پی با اینو میزنیم یه رادیکال پی رو صورت میمونه. چرا؟ به خاطر اینکه پی خودش برابر با رادیکال پی بعد بره رادیکال پی. خب یه رادیکال پی تو صورت میمونه، میشه 2 سوم رادیکال پی، یه همچین حالتی میمونه. به علاوه 1 بر رادیکال 1 بر رادیکال پی به علاوه 1 بر رادیکال پی یعنی چی؟ یعنی 2 بر رادیکال پی به علاوه 2 رادیکال پی سوم و به این حالت میشه. خب اینا رو یه مخرج مشترک میگیریم، اینجا لازم نیست گویا کنیم. یه 3 رادیکال پی 6 به علاوه 2 پی بر روی 3 رادیکال پی، میبینیم که این جوابش هست. لازم نیست دیگه این رادیکال پی رو هی بخوایم خط بزنیم با این و این جداش کنیم، همین جواب رو میزنیم. میگه در شکل دو دایره هم مرکز مشابه 2 و 3 مشخص شدن، یعنی این تیکه 2 این تیکه 1 مشخص شدن. محیط ناحیه رنگی کدام است؟ محیط خواسته. خب این یه یک داره، یه یک داره، یه L1 داره که این تیکه است، یه L2 داره که این تیکه است. بازم گفتم L مساوی با R تتا. خب خودش اصلا بر اسم رادیان اینجا به ما داده، خیلی خوشحالمون کرده. خب ما میگیم که L1 مساوی با R1 ضرب تتا. R1 چی هستش؟ 2 ضرب داره 1.5 رادیان میشه عدد 3، یعنی L1 مساوی با 3. حالا واحد یکم نداره، نمیدونم چرا، مهم هم نیستش اصلا. L2 چیه؟ مساوی با R2 تتا. R2 تتا بازم تتامون مشترک 1.5 رادیانه، R2 مون میشه 3 که همین 1 و 2 دیگه، خودش هم اصلا داده شعار بزرگه L2 R2 3 هستش. این میشه 4.5، پس L2 هم برابر با 4.5. فقط الان نباید یه دفعه هول کنیم بگیم خب 3 و 4.5 میشه 7.5 جوابه که 7.5 رو بزنیم. دو تا یکم اینجاها داریم، یه برابر دوش میکنیم میشه 9.5. میشه چقدر؟ میشه 19 دوم. 19 دوم رو میزنیم. یکی از بالهای
هلیکوپتر در 2.5 دقیقه 375 دور میچرخه. این بال در 1 ثانیه چند رادیان میچرخه؟ خب میگه توی 2.5 دقیقه، اولا 2.5 دقیقه رو میشه 5 دوم دقیقه دیگه، تبدیلش میکنیم به ثانیه، ضرب در هر 1 مینت 60 ثانیه است. به دو 30 150 ثانیه ما داریم الان. توی 150 ثانیه 375 دور چرخیده. حالا میگه در 1 ثانیه چقدر میچرخه؟ خب در 1 ثانیه 375 150 میچرخه. نگاه کنی این راحت به 3 میخوره، میشه 125، چون یه 3 تا 100 تا داره، 3 تا 25 تا داره، 125. این هم مثل راحت میشه 50. خب حالا در 1 ثانیه چند رادیان میچرخه؟ ما داریم تعداد دور رو حساب میکنیم. خب این باز میشه 250 صدم، اینو با این میزنیم میشه 2.5 دور در 1 ثانیه. حالا یه چیزی بگم، این باله و ما تو دایره این زاویه رو بهش میگیم چی؟ میگیم 2 پی رادیان. یعنی وقتی 1 دور میزنیم 2 پی رادیان زدیم. حالا این میگه 2.5 دور داره در 1 ثانیه میچرخه. 1 دور میزنیم انگار 2 پی رادیان چرخیدیم. 2.5 دور میزنیم چقدر؟ ضرب میکنیم دیگه، میشه 5 پی رادیان. اگر عقربه ساعت شمار به اندازه پی چهارم بیان کند، دقیقه شمار به طول پی سوم، یه لحظه من اینو عقربه ساعت شمار به اندازه پی چهارم دوران میکنه، دقیقه شمار به طول پی سوم چه مسافتی میکنه؟ خب میگه اندازه پی چهارم دوران کرده، یعنی اینقدر مثلا. عقربه دقیقه شمار به طول پی سوم واحد چه مسافتی رو میکنه؟ خب ما میدونیم که 2 پی تشکیل شده از 12 ساعت. حالا پی چهارم تقسیم این تقسیم بر 8 شده دیگه، 12 هشتم ساعت میشه، به 4 میشه 2، به 4 میشه 3. 3 دوم ساعت یعنی 1.5 ساعت، انگاری ساعت رفته جلو، 1.5 ساعت ما رفتیم جلو. دقیقه شمار چقدر میپیماید؟ خب ما یه ساعت داریم، یه نیم ساعت داریم. دقیقه شمار چیکار میکنه؟ توی 1 ساعت 1 دور کامل میزنه، توی نیم ساعت یه نیم دور میزنه. خب ما پس الان یه دونه بند رادیان حسابش میکنیم، یه 2 پی چرخیده، یه پی چرخیده، 3 پی رادیان دوران دقیقه شمارمون بوده. حالا بازم بر اساس فرمول ال مساوی آر تتا که داشتیم می‌بینیم حساب میکنیم 3 پی رادیان رو که تتامونه ضرب در آرمون که خودش داده پی سوم میکنیم، خط میخوره میشه پی به توان 2، میشه طولی که پیموده شده، مسافت دیگه پی به توان 2. بعد این یه چرخ فلکی 24 کابین مشابه داره که در فاصله برابر نصب شده اند. بالاخره این کنم خیلی کم سوال کنکورم همین و حالا اونجا شما یه توان پاک کردن تو دفترچه فیزیکی رو نداریم، باید بخواید عادت کنین که فضای محاسباتی حل کنین یه سری سوالا رو پایین دفترچه. چرخ فلکی 24 کابین مشابه دارد، فاصله برابر نصب. این کابین با شماره 1 تا 24 در خلاف جهت عقربه‌های ساعت شماره شد. اگر در آغاز حرکت در موقعیت کابین 5 باشیم، پس از 17 پی ششم دوران در جهت مثلثاتی در موقعیت کدام کابین هستیم؟ خب ما میگیم که کلا 20 این شکلی گفته در خلاف جهت عقربه‌های ساعت، مثلا 1 2 3 تا 24 مثلا
مثلا یه همچین حالت اینطوری شماره گذاری کرده. بعد گفته که خب ما میخوایم 17 پی شیشم دوران در جهت مثلثاتی کنیم. میگم باشه. خب ما اگه 2 پی باشیم، 2 پی رادیان دوران کنیم، 24 جابجایی داریم. حالا 17 پی 17 پی شیشم جابجایی داریم. چند جابجایی میشه؟ اینا یه ضرب ساده میکنیم. 24 شیشم تقسیم بر 2 پی. این آوردن پایین، پی رو با پی میزنه 6 تا 12 تا با 24 این دوش میره میشه 34. خب 34 تا جابجایی به ازای هر دوره، یعنی هر 2 پی رادیان یا هر 24 جابجایی برمیگردیم سر جای خودمون. از این 24 تا اولش که از این 34 در اومده خیلی اهمیتی نداره، چون برمیگردونه ما رو مثلا 3 بودیم برامون میگردونه روی 3 بعد 24 جابجایی میمونه 10 جابجایی. 5 بودیم 10 تا هم جابجایی میکنه میرسیم به 15. این هم از این. امیدوارم که کاربردی بوده باشه.